دختر خوشگلمون هم تک و مرگ، یعنی خالهای ریز داشتن هم خالهای درشت داشتن که روز اولی که اومدن من گفتم که نمیتونم قول بدم که این خالهای درشت از بین بره، فقط امتحانی براش این قسمت رو زدیم و میبینیم که خدا رو شکر خوب جواب گرفته. علت سفید شدنش هم اینه که هنوز پوست بدن خودش رو کامل ترمیم نکرده و زمان میبره، یعنی مثل پوست جاهای دیگهش میشه ولی حدودا 5-6 ماه زمان میبره. الان میخوای کل پوستش رو کار کنی. خاله جون ممنونم که پوستم رو بهتر کردی. من اول نمیدونستم و الان خیلی خوشحالم که پوستم رو خوب میکنی. عزیز دلم پوستت خیلی صاف شد. خب مامان زهرا جون شما راضی بودی از نتیجه؟ خیلی کارتون عالی بود مهناز جون. امیدوارم که همیشه موفق باشین. من خیلی خوشحالم. پوست زهرا جون خیلی عالی شده.